نام خداوندی که هم ذات درونی و هم ظرفیت‌های فکری ما را در بر می‌گیرد. این موجود الهی ناظر نور و تابشی است که در درون ما وجود دارد و از طریق این بینش عمیق وسعت بیکران هستی را درک می‌کند. من امیر کیخسرو امینی نویسنده 9 کتاب دانش دلو هستم و این کتاب‌ها عبارتاً از لیستی که ملاحظه می‌فرمایید و اگر به اندازه کافی عمر کنم 3 کتاب از دوران باستان را بازنویسی خواهم کرد و مجموع کتاب‌ها را به 12 به علاوه 1 کتاب خواهم رساند. در ابتدا کتاب با آوردن بهترین تقویم جهان مرا مغان نامید، همانطور که می توانستم گذر زمان دقیقی را که از پدیده‌های آسمانی به دست می آید بخوانم. بنابراین من مغان زمان زمین شدم. من تنها مجوسی هستم که می توانم اخبار دوران شاه دلو را با دقت به شما برسانم. در نتیجه ورود شما را به عصر جدید خوش آمد می گویم. در این کتاب ها راه رهایی و قدرت را خواهید یافت. به همین دلیل من مایلم که انجمن مغان را برای پرورش مغان‌های بزرگتر تأسیس کنم. کسانی که مستحق اسرار معرفت هستند می توانند خود را آماده کنند. این کتاب‌های دانش دلو ساختار 7 لایه آفرینش را به تصویر می کشد. در درون آن من تشکیلات ذرات را می بینم که به ترتیب خاصی می چرخند و از طریق یک پورتال مرکزی به هم متصل می شوند. این هماهنگی نظمی را نشان می دهد که قوانین جهان را شکل می دهد. بدین ترتیب 10 قانون امینی ایجاد شد. این کتاب‌ها برای کشف خدا نوشته شدند. با این حال همانطور که شما انسان‌ها دنیا را از طریق قیاس درک می کنید، من چاره‌ای نداشتم جز این که از آخر شروع کنم و به اول برگردم. من ابتدا در مورد کیهان صحبت می کنم تا قدرت خدا را معرفی نمایم. سپس به اتم‌ها می پردازم تا دست نهایی خدای متعال را در میان ذرات نور و تاریکی آشکار کنم و در نهایت خدای یکتا را به شما نشان می دهم. بنابراین آنچه می خوانید از زمان حال تا گذشته است. نام این کتاب ها دانش دلو از ترکیب 2 حرف دل و او ساخته شده است. این حروف از ریشه زبان پارسی گرفته شده‌اند. دل به معنای دل و او در گویش روستایی به معنای آب است. بنابراین با ترکیب این 2 کلمه به دانش در دل آب تبدیل می شود. من به عنوان مترجم خطوط الهی در نقش صورتهای فلکی الفبای فرشتگان آسمانی را در این کتاب‌ها به شما آموزش می‌دهم تا بتوانید تمام اشیای مادی را که در جدول تناوبی امینی با الفبای خدا چیده شده‌اند تشخیص دهید و کلمات متصل و مرتبط را در درون مولکول‌ها بخوانید. و این هدیه‌ای از طرف خداست، اما توسط من نوشته و ترجمه شده است. من در ابتدا مجانی و آزادانه دانش دلو را به شما پیشنهاد دادم، اما شما آن را به سخره گرفتید که عمیقاً مرا آزار داد. این باعث شد که در افکارم کاوش کنم و به دنبال راهی برای تجسم و انتقال تصویر جهان در ذهن شما باشم. در اعماق وجودم شاهد موجی پرتلاطم از آشفتگی بیقرار بودم. بر عرش کشتی داستان پدری را دنبال کردم، کسی که به این فکر میکرد که چگونه فرزندانش را بدون اینکه خیلی زود فاسد شوند و مالشان را ببازند بزرگ کند. در طول راه پدر روش‌های مختلفی را امتحان کرد، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت تا اینکه او نقشه نهایی خود را طراحی کرد. شاید فرزندانش درسی یاد بگیرند، هرچند دیگر دیر شده بود و زمان عمر رو به پایان می رفت. او به فرزندانش توصیه کرد که راه سعادت ارزان نیست و باید برای رسیدن به آن تلاش و جستجو کنند. اگر خواستند از او ارث ببرند باید زحمت بکشند. اینجا من حاکم شما هستم و میخواهم چقدر از ارث من مطالبه نمایید. بنابراین شما باید برای من کار کنید و این کشتی را به مقصد خود هدایت کنید. هرچه کسی در این سفر حمایتی بیشتری ارائه دهد پاداش تلاش‌هایش بیشتر می شود. از این پس پسران و دختران دست به دست هم دادند و پدر خود را همراهی کردند و من امیر کیخسرو امینی آرزو دارم نقش این پدر را بازی و به تصویر بکشم. به همین دلیل همکنون باید این کتاب معرفتی دلو را خریداری و مطالعه کنید تا راه خوشبختی را بیابید
و زمانی که سرمایه زحمات شما با خرید این کتاب جمع شود، شهر بکن نیز ساخته می شود، بدان که این شهر متعلق به کسانی است که مرا در این سفر همراهی می کنند.